سریال آرایشگاه زیبا، سریالی 13 قسمتی به کارگردانی مرضی برونمند بود که محصول سال 1369 بود. بریم ببینیم بازیگرهای این سریال بعد از گذشت 35 سال چه تغییراتی کردند. رضا بابک در نقش اسد خمارلو، حسین کسبیان در نقش پدر اسد، پری امیرحمزه در نقش مادر اسد، راضیه برونمند در نقش عاطفه، مرتضی احمدی در نقش آقای ستونزاده، محمود بصیری در نقش آقا اصلان، حسن پورشیرازی در نقش آقا ناصر، بهرام شاه محمدلو در نقش آقا داوود، فاطمه معتمد آریا در نقش مادر یوسف، رضا فیاضی در نقش بازیگر مهمان، ایرج طهماسب در نقش بازیگر مهمان، حمید جبلی در نقش بازیگر مهمان. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید.